به نام خدا. قصه های 1001 شب، شب سوم. چون شب سوم برآمد، شهرزاد گفت: ای ملک جوانبخت. چون قصه پیرمرد دوم تمام شد، مرد سوم که صاحب شتر بود به عفریت گفت: من نیز حکایتی زیبا دارم که از 2 حکایت دیگر جذاب تر است. اگر به من رخصت دهی، حکایتی بازگویم که شما را به شگفت وادارد، و اگر حکایت مورد پسند بود، قول بدهید از باقی خون این جوان نیز درگذرید. عفریت گفت: حکایت کن. و او هم حکایت کرد که: ای امیر عفریتان، بدان که این شتر همسر من بود و مرا سفر در پیش شد. ناگزیر از ترک وی گشتم. مدت 1 سال در این شهر و آن شهر به سفر پرداختم و سرانجام به شهر خیش بازگشتم. از اتفاق روزگار ورودم مصادف با نیمه‌های شب گردید. وقتی به خانه وارد شدم، نتوانستم از فرط غضب بر خود فایق آیم، چون غلامکی را با همسرم همبستر دیدم. به محض آنکه غلامک چشمش بر من افتاد، از جای جست و کوزه آبی گرفت و افسونی بر آن دمید. قطراتی چند از آن آب بر من بپاشید و من بیدرنگ به شکل سگی در آمدم. غلامک مرا از خانه براند. من ناچار در کوی و بازار همی گشتم تا به درب دکان قصابی رسیدم. قصاب خرده استخوانی پیش من انداخت و من مشغول خوردن شدم. قصاب دکان ببست و روانه خانه شد. من نیز به دنبال وی بشتافتم و به درون خانه رفتم. چون چشم دختر قصاب بر من افتاد، روی از من نهان نمود و گفت: ای پدر، چرا مرد غریبه با خود بدین سرای آورده ای؟ قصاب پرسید: مرد غریبه کدام است؟ دختر گفت: همین سگ که میبینی مردی باشد که او را به شکل سگ در آورده‌اند. زنش جادویش کرده و این مرد اینک صحبتهای ما را میشنود. قصاب گفت: چاره چیست؟ آیا میشود او را نجات داد و به شکل نخست بازگرداند؟ دختر پاسخ داد: آری. کوزه آبی در دم حاضر نمود و افسونی بر آن دمید و بر من پاشید. من به شکل اصلی خیش بازگشتم و به پاس این خدمت دست و پای دختر ببوسیدم و از او خواستم همسر مرا به صورت شتر درآورد. دختر اندکی از آن آب به من داد و گفت: وقتی همسرت به خواب اندر شد، تو مقداری از این آب به صورت او بپاش. هرچه تو آرزو کنی همان خواهی دید. و من نیز چنین کردم و زن خیانتکارم تبدیل به این شتر شده است که همه جا با خود میبرمش. عفریت که شگفت زده شده بود از شتر پرسید: آیا این ماجرا حقیقت دارد؟ وقتی شتر با سر تایید کرد، عفریت شگفت زده تر شد و گفت: از خون این بازرگان گذشتم. سپس دودی بلند شد و عفریت ناپدید گشت. چون قصه به دینجا رسید، دنیازاد به خواهرش گفت: چه قصه زیبایی خواهر. شهرزاد گفت: اگر شاه اجازت دهد میخواهم داستان دیگری را آغاز کنم. شهرباز که شیفته قصه های شهرزاد شده بود گفت: اجازه خواهی داشت. شهرزاد گفت: ای پادشاه جوانبخت، روزگاری صیاد پیری بود که اواخر عمر به ماهیگیری رو آورده. هر روز دام خود را برداشته و به دریا می رفت و زندگی خود و فرزندانش را با صید ماهی سپری می کرد. صیاد قانونی برای خود داشت که هر بار بیش از 4 بار دام پهن نمی کرد. بعد از این یک روز صیاد به دفعات مختلف تور به دریا انداخت. البته 4 دفعه بیشتر نمی توانست تور به دریا بیاندازد. صیاد روزی دام را برداشت و به کنار دریا رفت که ماهی بگیرد. ساعاتی ایستاد و وقتی که خواست دام را بیرون بیاورد، دید تور بسیار سنگین است و او توانایی آن را ندارد که تور را از دریا بیرون بکشد.
از این رو در کنار دریا میخی کوبید و تور را به میخ بست و خود به دریا رفت تا آنچه به دام افتاده بود بیرون آورد. در این هنگام صیاد چشمش به خر مرده ای افتاد. او از دیدن خر مرده بسیار متاسف گشت و گفت: سبحان الله، خداوندا، امروز عجب رزقی نصیب من گشته است. بنابراین دوباره تور را به دریا انداخت و مدتی صبر کرد. و هنگامی که تور را بیرون کشید دید این بار تور محکمتر و سنگینتر از بار اول است. صیاد گمان برد که ماهی بزرگی است. خوشحال در آب فرو رفت و با مشقت فراوان آنچه را که در دام بود بیرون آورد که چشمش به یک خمره بزرگی پر از ریگ افتاد. وقتی پس از زحمات زیاد ریگ و گل از خمره به در آورد محزون گشت و پس سر به آسمان کرد و گفت: پروردگارا، من بیش از 4 دفعه دام در آب نمی اندازم. پس نام پروردگار را بر زبان جاری کرد و به نام خدا تور بر آب انداخت. پس از لحظاتی چند دام را بیرون کشید که دید ظرفی است رویین که در آن محکم بسته و مهر حضرت سلیمان بر آن در پوش است. چون صیاد در ظرف بدید بسیار خوشحال شد و با خود گفت که این راز را نباید با کسی در میان نهم. سپس کاردی برگرفت و مهر را از ظرف رویین برداشت و ظرف را واژگون کرد تا ببیند چه در آن است، که ناگهان دودی از خمره بیرون آمده و به سوی آسمان رفت. صیاد در شگفت آمد و حیران بود تا آنکه دود یک جا جمع گشت و از میان دود عفریتی به در آمد، غول‌آسا که سرش بر ابرها می‌سایید. چون صیاد غول را بدید بسیار ترسید و لرزه بر تنش افتاد. اما غول نام خدا و پیامبر سلیمان بر زبان جاری کرد و گفت: ای پیامبر خدا، پس مرا نکش، از این پس من غلام توام. صیاد گفت: ای عفریت، اینک دوران آخرالزمان است و از زمان تو به من 1000 و چند صد سال سپری گشته است. من که پیامبر نیستم، تو مرا به جای سلیمان گرفته ای. داستان چیست؟ غول چون سخن صیاد بشنید گفت: ای صیاد، بنابراین آماده مردن باش. صیاد خروشید که ای بی مروت، من تو را از زندان کوچک نجات دادم، حال به جای پاداش مرگ به من هدیه می کنی؟ عفریت گفت: آری، من چاره‌ای ندارم. حالا خودت بگو چگونه و به چه ترتیبی تو را بکشم. مرگ خودت و نحوه کشتنت به دست خودت است. صیاد نالان و گریان گفت: آخر بگو گناه من چیست که چنین بایستی کشته شوم؟ عفریت گفت: من داستانی دارم. باید داستان مرا گوش کنی تا بدانی که من چرا میخواهم تو را بکشم. سخن کوتاه کن که چیزی به پایان عمر تو نمانده. سپس خود داستانش را گفت. عفریت گفت: من از فرمان سلیمان سرپیچی کردم و به خدای او ایمان نیاوردم. سلیمان وزیرش آصف ابن برخیا را نزد من فرستاد تا مرا نزد سلیمان برد و از من فرمان برداری خداوند را خواست، اما من نپذیرفتم. سپس همین خمره را که میبینی در آنجا حاضر کرده و مرا به درون آن به زندان انداختند و سر آن را مهر کردند. من 400 سال در قعر دریا بودم و با خود گفتم هر کس مرا از درون این خمره نجات دهد بیدرنگ او را خواهم کشت. و این قرعه به نام تو افتاد و مهر سلیمان از خمره برداشتی و قتل خودت را صادر نمودی. حالا بگو چگونه تو را بکشم؟ صیاد چون حکایت بشنید در شگفت ماند و ناله و زاری کرد. عفریت گفت: ناله و زاری سودی ندارد. تو جز مرگ چاره‌ای نداری. زیاد دلخوش مباش، قید حیات را بزن که تو لاجرم کشته میشوی. صیاد پیش خود گفت: من یک آدمی زاد هستم و این از دیوان و پریان است، بایستی به او حقه‌ای بزنم که اینان زود فریب بخورند.
سپس به افریت گفت خب جناب افریت، اگر میخواهی مرا بکشی تو را به نام بزرگی خدا سوگند میدهم که حقیقت را بگو. تو به این هیکل بزرگ چگونه در این خمره جای گرفتی؟ افریت گفت مردک، فکر میکنی که من به خمره اندر نبودم؟ صیاد گفت من تا به چشم خود نبینم باور نمی کنم. چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. دوستان عزیز، ممنون میشم اگر داستانهای ما رو دوست دارید کانال ما رو سابسکرایب کنید. متشکرم.